سقراط سقراط در کجا هستی لعنتی؟ نزدیک نشو، دختر رو میکشم. اکنون ایستادن نقابت رو بکش. نقابت رو بکش میگویم. تو کی هستی؟ کی هستی میگویم؟ سقراط در کجایی ها؟ کنی جواب ده. کی هستی؟ گپ زن. اینجا چی کرد؟ تسلیم شو کلتکیلاس. تسلیم شو کلاس. آرام باز یکم بیعقلی نکنی. اونر من هیچ کس رو نکشتم. چی رو میگویی ابله؟ همه چیز روشن نمایان است. من نکردم میگویم. بیگناهم. میفهمی؟ بیگناهم. بیگناه بودن یا نبودنت را سود قرار میبرد. حاضر باشد دستانت را بالا بردار. بین اونر من با این کار تارت زادروز دخترم را بریدم. فهمیدی؟ اما هیچ کس را نکشتم. سقراط برای من دام گذاشته است. لعنت سقراط با این کار چی کار دارد؟ تو سقراط را به زادروز دخترت دعوت کردی؟ اونر تو چرا فهمیدن نمیخواهی؟ میگویم برای من دام گذاشته است. من به تو چند بار گفتم ها؟ از سقراط دور باش. تو چی کار کردی؟ ها؟ چی کار کردی؟ نزدیکترین آدم سقراط را کشتی. اونر خوشحال شدی؟ خوشحال شدی؟ اونر چرا فهمیدن نمیخواهیم؟ کسی کارت را آورده به سقراط داده است. حادثه همین خیل شده است. حالا هم دروغ گفتی زاده ای. با تو نه، با دخترچه دلم میسوزد. نه پدرش رو دیده است. حیف به تو کلاس. منتظر چی هسته؟ دستگیرش کنه. ایسته، نپرانه نپرانه.
салом алейкум дӯстони азиз. Агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Точики Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. منتظری چه هستی جنگاور؟ میخوایی بمیرد؟ آخران بار میگویم نقابت را بیکش. салом алейкум дӯстони азиз. агар шумо хоҳед ки силсила филми Хидоятро сайри вақт ва бо сифати олӣ дастрас намоед, пас ба канали Точики обуна шавед. ссилка дар описанияи видео. بیکش گفتم. بیکش. یک ماشین فراری سرخ لون تعقیب داره. علاقه تمام. سردارم باز مثل روزهای پیشینه شدیم. کلتکل از باز گریخته ایستاده است. ما از پسش مثل فیلم های هندی. بس کن این گپ های بی‌معنیت را. بی عقل کله‌ورم. تو رو کار میکنم که با پاسمانیت باز پس میگردی. کلا چرا قرارتون رو از من میگیرید؟ یعنی من گفتنم که دوز را پلیس سور کرده ایستادن. چی خیل دوزدن؟ چی خیل دوز؟ او به رحم قاتل است. همش از پشت سخرات شد. او را قاتل آدم کش کرد. لوند خاموش باش که تو هم رو قاتل میکنی. خاموش باش. اون نلی لعنتی از پسم نمی آمدی نمیشد. همین خیل نه. کسی پیشی ماشین سرخم میگیره رحمت بر پدرش. علاقه تمام. کتکل است. تسلیم شو. آهسته از ماشین پایان فرا. دستانت را به بالا بردار. این چی خیل شده؟ من این منظره را میدانم. سردارم این واقعا تکرار نشید؟ کتکل است. تو را محاصره کرده. دستانت را بالای سر کرده. تسلیم شو. راهی گریز نداری. همینش نمی رسید. این مردک سوز هستی؟ کتکل است. آهسته از ماشین فرا. باز یگان به عقلی نکنی. گیرد او را بگیرد. لعنتی باز گریخته.
زود به ماشین ها، زود. زود باشه، زود باشه. خودش چی گپ است؟ فیلم است مگر؟ دخترم رو نجادیه، دخترم. با خدا فکر دستگیر شدن رو ندارم. سوختار خاموش کنک آمده نجات دهد. به من چه؟ دخترم التماس یاری دهد، از برای خدا یاری دهد. دخترم در درون است، التجا میکنم یاری دهد. یگام کس از خدایا دخترم رو نجات دهد. این بار دستگیر نمی کنی. دخترم رو نجات دهد. دخترم خدایا نجات دهد. دخترم التجا میکنم دخترم رو نجات دهد. التجا میکنم دخترم، دختر جانم نجات دهد. دخترم رو خدایا، دخترکم، دختر جانم خدایا دخترکم رو نجات دهد. تمام نترس، بیا شد، نترس، رفتیم. التماس کمک کنه، دخترم در درونی آتش است. التجا میکنم کمک کنه، دخترکم در درون است. زود به سوختار خاموش کن ها زنگ زنید. لوینت باید دیوانه به این دیوار برآمده باشد. سردارم این واقعا تکرار نشید؟ برآمده بود. نه برآمده است و میداند که من او را دستگیر میکنم. انیق به آن طرف گریخته است. سردارم، سوختار خاموش کن در محله پایان بود، از حاضر میرسد. تمام، اینجا را خالی کنید. به خفا روید، به خفا روید، راه را گشایید. اینجا بسیار خطرناک است، به خفا روید. دخترکم جانم. اکنون چی کار میکنی؟ دیگر دیر شد جنگاور. کلتکلس را نجات داده نمیتوانی. باز برای من شده حیاتت را زیر خطر گذاشتیم.
زخمدار شده ای. تو رو حتما به بیمارخانه بردن لازم. چه خیلی نمی شود؟ من تو رو با این حال تنها نمی گذارم. بیا لطفاً مرا نرنجون. بعداً در یگان جا نشسته یگان چیز خورده صحبت میکنیم. به این هم عصبهایم خراب است. با تو بعضی چیزها رو صحبت باید کنم. وای هجری است که من باز هجری گفتم امی خیلی نه. خطا نفهمی مرا. دهانم عادت کرده است. من با هجری کاری ندارم. به این هم او را دوست نمیدارم. من تو رو شناختن میخواهم. یگانجا نشسته صحبت کرده میتوانیم. این آدم از کجا برآمده؟ ایست با کجا می روی؟ تو هم وقتی آمدنت رو یافتی پدر. جنگاور با من صحبت کردنی میخواست. تو که آمدی گوریخ ویادم. دخترم تو از برای این آدم زیر خطر هستی. چی علاقه دارد پدر؟ اصلا من با یاری او از همه خطرها نجات میابم. تو از هیچ چیز خبر نداری. از هیچ چیز. سقراط برای این آدم را دستگیر کردن تو را استفاده برده ایستاده است. اما پروا نکن. کار هر دوشون را تمام میکنم. هرگز پدر با جنگاور دست نرس. اجازت نمیدیم که حیات تو را زیر خطر گذارم. فهمیدی؟ به حیاتی من کاردار نشو پدر. کاردار نشو میگویم. از پسر شوید. دخترم رو تنها نگذارید. بله شکر. بیا دخترم فرا. خوبی؟ بیا. چیزی با تو نشده است نه؟ خوبی؟ بیا 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 بیا. بیا دختر جان. نگاه کن. مادرت آنجاست. دیدی؟ اکنون با دقت شده و نزدیک مادرت را. مینش با دقت باش. مینش بیدا 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 بیدا. دخترکم جانم. دختر جانم. عزیزی دیرم. ای دخترکم عزیزکم شیرینکم. خیلی به دستی اونال نفتیده این کار را هم حل کردیم. سلام علیکم. با کجا آشنا؟ تو مرا ابله فکر کردی که در نزد بینا منتظرت میشوم. اونال من گناهی ندارم. تو هم میدانی. بگذار روم. ما مگر همکار نبودیم ها؟ چی خیل همکار؟ این رو پیش از جنایت کردنت باید فکر میکردی. لوند دستبند رو بزن. اونال بگذار روم. دستویت رو پیش کن. کیوانی کلتکل است. دمت را گیر. مجنک گمشا. ای آهسته لعنتی. در شوبچه حال تبعت میکنه. پیش بدرا. بگذار. راه می روم. دخترکی من شیرینکی من اصلکی من.
آفرین خیالی موفق شدی. کالت کلاس دستگیر شد. جنگاوران نگذاشت که نقشه‌مون رو برباد دهد. نبیرات رو رفته گیرم. نه منتظر شو. جزای کالت کلاس انیق شود نبیرم رو گرفتن آسان‌تر می شود. ولی یک چیزی دیگری هست. پدری دوست داشته جنگاور بابای قادر بوده است. چه؟ بابای قادر گفته؟ خانم ملیس، در این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ گپ نزن، دوام ده. پگاه فینالی بازی است. غالب نشوی هر دویمون میموریم. دوام ده. تستر، باز تستر. باز هم تستر. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ تو پشه زده ایستاده ای؟ سخت زن میگویم. خانم ملیس، میترسم که به شما چیزی نشود. زن گفتم. بالایم یک سویست رواخیر. پایم لغجین افتیدم. چی هست یعنی؟ دوام ده. کمال سیاه، مربیت هم بسیار زیبا بوده است. تو چی ها میگویی؟ کردار نشو، او میخواهد که تو رو عصبی کند. نمیفهمی؟ پگاه آخران روزت کمال سیاه. فکر دوست داشتت رو من خودم میکنم. هی کمالیست، اینجا چی گپ هست؟ زود آنها رو جدا کنید، زود! خودت رو برای جنگ پگاه آماده کن. بیهوده قوتت رو صرف نکن. پیشتر رو میرویم. آکا مکانی سکرات رو پیدا کرده. پیشتر روید میرویم. نیست؟ به تلفن هم جواب نمیدهد. او کجا شده باشد سمیه؟ جانم پروانه کن، یکم کار داشته است. نه من یزنم رو زنگ میزنم. الو یزنه، زیا رو میکوبم، نمیدانی در کجاست؟ چی؟ بخدو اکم یک چیزا نفهمیدم. ما در اینجا چی کار داریم ها؟ شما این کارو نمیفهمید. شما نمیفهمید. اگر جنگاور آمده این ابله رو خلاص کند، معلوم میشود یعنی درست گفته است که او را یاری داده است. اگر نآید دروغ گفته است، ما هم این ابله را پرانده میگرانیم. نفهمیدم.
یزنا زیادر کجاست؟ او را دیدن ممکن نیست. یزنا لطفا. زهرا جنایت کرد. جنایت گفتید؟ بله. یزنا زیا این خیلی کار نمی کند، قاتل نیست. ولی کرد زهرا، جنایت کرد. اینجا خطایی هست یزنا. زهرا من خودم او را دستگیر کردم. یک آدم را کار زده است، ایزی انگشتش است. آن نشا برد. این جنگاور به فکرم نمی آید. خوبش من این ابله را همینجا پرانم، کار تمام می شود. یا بسم الله. لرگن است. راست بید کلمات را عرضه کن. مموری خواهین. اکا با فکرم باید ما رو تو نپرونی. چرا؟ همین پیستالت بته من خودم پرونم. شما یک آدم مبارکی نکه، آدم کشی نمیزی بتان. با خداوندم آدم کشی رو نمیبخشه. هم گناه میگیرین، هم دوزخی میشوین. شوکت بیگناه کشتن گناهه. تو چی ها میگویی؟ ها؟ چی ها میگویی؟ اکای کنون با خدا اگر مرا پرونی میدونی چی میشود؟ میدونی که چی میشود؟ چی میشود؟ نمیدونی چی شدن شه؟ چی میشود آخر؟ چی میشود؟ میدونی چی میشود که؟ حیف میشوم من. گوش که خیلی مایلی گویا مرا پروندی. جنگاور بانو رو میدوزده. او ایجا عیبی ما چیه که؟ ما پسرد نیکم که جنگاور به شوخی بانو را دوست میداره که بانو جان بانو گفته گرگیزی محله گشته که مرا یافتن آسانه. جنگاور را نمیویه که با خدا بانو را میدوزده که بیزن میمونی. گابزانی حیوان نیکو. لعنتی مرا گوش کن. اول تو را میکشم، بعداً آن نفری بانو میگفتگی را کشته. سری نیزه میکشم. اکا بخشیشو؟ نیزه را یک جو میوی. اکا مرا نغز گوش کن. جنگاور تو خودت نغز نمیشناسی. ما او را نغز میشناسم. میدونی او کیه؟ نه نمیدونی. اگر جنگاور را یافتن خواهی من شما را میبرم. تو را از کجا میابی خربچه؟ اکا این میشب مسئولیت کردیم که باید رو بخریم. اگر فورتون ای پس ما بیین بخپین او را. لعنتی شوکت. شوکت مرا بین. اگر تو دروغگویی، تو اگر دروغگو را خدا بزنه کن. خودتون را بیگونه نگیرین. اکای کنون من تا همین وقت یکون برتر را دروغ گفتم. چی؟ خیر اگر یکون بر دروغ گفته باشم شیطان از زبان ما دروغ گفته گه. بفهمی مرا اکا من دروغگو نیستم. خوب لعنتی رفتیم. رحمتی کلام اکا. ولی اکای کنون جون از اونه که در بالا بسیار کشالم کردین که پیشابم این امجا اومده. اجازت میتین تا پسی درخت برم. چی شده؟ از ترس تر کردی چی؟ اکای کنون شما را ای گپا نمیزیبه. اکا من تا 3 سالگی من باید پمپرز گشتگیم. نه خود در کلانیم شیم ما تر کنم. اگم شو از پای کارت شو. سپاسی به پایان به شما. شما نگاه کرده میستی؟ اکا اگر شما نگاه کنی من نمیتونم. پوشتتون رو گردونید التماس. اکای کنون شفقت استاد شیطان است باورش نکن. بچه خوب است این شوکت ها؟ اوفی لعنتی گریخته ای شده است. دستگیرش کنید. بر پدری. یزنا لطفاً التجا میکنم 5 دقیقه اجازه دهید او را ببینم لطفاً. تمام زهرا 5 دقیقه. تشکر زیاد یزنا. اکای اونا جنایت وزنین؟ او یکان بار جنایت سبک نکرده است. البته جنایت وزنین. اکنون من چیکار میکنم؟
زهرا عشقم به خدا من جنایت نکردم عشقم. سقراط برای من دام گذاشت. دام گفتی؟ با او صحبت کردن، صلح و آشتی کردن همش دروغ است. همش از پشت من شد زیاد. من رم گفتم مرا ببخش. نه به خدا خودت رو گناهگار نکن. تو کاری نکردی زهرا. خب تو را چه خیلی میتوانم از اینجا خلاص کنم؟ به اونال همش را فهمانیدم. مرا باور نکرد. برای همین آن کردی که تارت زادروز را بریده بودم. آن کارد را کسی به سقراط داده است. سقراط باشد نزدیکترین آدمش را با آن کارد کشته است. همش همین. خب کی کارد را داده باشد به سقراط؟ نمیدانم. اما هر کسی که نباشد آن شب در آن خانه همراهی ما بود. جناب سقراط چرا این خیل کردید؟ گفتید با یک جنایت خرد می‌دراید. این آدم با جنایت وزین افتیده است. جنایت وزین. برای آشتی کردن راضی نشد. به من دیگر چاره ای نگذاشت. اما در شرطنامه همون این خیل نبود که. بسیار گپ نزن کودک. در باره کمال سیاه قبلی که دادم اجرا میکنم. پروا نکن. او را میکشم. کاری که برداشت من از اجرا میکنم. اگر تو هم به پلیس بگویی میموری. سقراط ای مردک در بین پلیس ها صحبت داری سمی؟ ببین من آدمی را که کارد رو به سقراط برده است مییابم. بیگناهیت رو اثبات میکنم. تو از اینجا خلاص میشوی عزیزم میلش؟ زهرا رود و من از اینجا برآمده نتوانم. لطفاً خیلی گپ نزن. این خیلی گپ نزن. اگر برآمده نتوانم دخترم به تو امانت. میلش؟ میبروی سیاه. از اینجا میبروی. تمام. آرام شو. با خیر است قادر. چی دردی داری؟ درد من تو هستی سقراط. حیات دخترم را زیر خطر گذاشتی. جواب ده. جواب. دخترت بود است نفهمیدم. من با دختری تو کاری ندارم. درد من با جنگاور است. اکنون فهمیدی؟ بار دیگر با دخترم ضرر رسانی. هم تو را هم جنگاور رو به یک قبر میگرانم. میدانی که من این کار رو میکنم. هجری تو خوب هستی؟ مثل که بیمار هستی؟ خوبم خانم سنم. هیچ گپ نیست. شما چی گفتنی بودید؟ بفرمایید. من برای وای آمدم. با تو خبری مهمه دارم. برای گفتن اون آمدم. من گوش دارم. دوملا زیو را با امنیت بردند. من هم از زهرا شنیدم. این رو میدانم. چخیلا؟ تو از کجا میدونی؟ حادثه نو رخ داده است. تو باشی از خانه بیرون نبر آمدی. خانم سنم از خانه نبر آمدنم را از کجا میدونید؟ شما خانه مرا نظارت میکنید. با چی مناسبت؟ چرا خانه تو را نظارت میکردم؟ از خبر دادن پشیمان شدم. دیگر کاری ندارم که خانه تو را نظارت میکنم. خوب شاد شدم که غیر از خانه مرا نظارت کردن کاری دیگری هم داری. گپ زدن رو ببین. چی رو اشاره میکنی؟ از پشت دویدنم رو؟ من این خیلی چیز نگفتم. گفتی؟ نگفتم. من دروغ میگویم؟ بله. یعنی من دروغگوی هستم اگر؟ بله شما دروغگوی هستید. بله همین خیلم. یگون گپ دیگر داری؟ دروغگویم من. با حسیاتت بازی کردم. تو رو دوست داشتم. با تو مشغول بودم. همش دروغ بود. بدون با تو بازی کردم. اما حاضر از این بازی دلگیر هستم. خیر
ман як вохӯрӣ дорам. Бо ту инҷо гап зада беҳуда худамро хаста карда дӯст-писарамро мунтазир намекунам. Бахшиш ҷонам. шом ба хайр, ҳиҷриҷон. То буздид. آن کارد را به سقراط تو داده. اعتراف کن. زود زود. تو چیو میگویی؟ دوستی تو رفته آدم میکشد، تو باشی من را گناهگار میکنی. بیا گویم که من کشتم، پر را شود. اگر تو نباشی آن زمان کارد را به سقراط کی داد؟ آی زهرا، کافی است آخر. چرا تو همه ما رو تهمت میکنی؟ گوش کنید. از این خانه کسی آن کارد را به سقراط داده است و من کی بودن او را میابم. گپ‌های شنیدم درست است؟ اپای زهرا، پدرم در کجاست؟ بیا جانم، بیا بیا. پدرت کمی کار دارد، دیرتر می آید. مینش شهزاده من. سقراط برای من دام گذاشت و نه. چرا باور کردن نمیخواهی؟ آشنا چی گپ میزنی؟ در روی جنایت دستگیر شدی. در روی جنایت؟ وقتی که آن آدم را کشتم مرا دیدی؟ برای دیدن احتیاج نیست. در روی کارد ایزی انگشت توست. نه، برای از پسم شدن بهانه میگفتی. آن را هم یافتی هم؟ آشنا سفسطه نگو، چه خیل بهانه؟ تو حالا هم جدیت کار رو نمیفهمی. با جنایتت مجازات میشوی. با جنایتی که نکردم همینطور نه؟ به خدا اینش رو به سود میفهمونی. اگر به تو باور کنند کلتکیل است، کار بسیار جدی است. دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. با این رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. از ارگوی الهی با شما سفری به خطر را خواهانم. تانکو، چرا فهمیدن نمیخواهی؟ مدت در فیلم و سلسله فیلم ها نقش بازیدن نمیخواهم آخر. اما این بسیار فرصت مناسب است. نقش اساسی را میبازی. خودم را خوب حس نمیکنم. در وضعیت نقش بازیدن نیستم. همش از پشت آن موازین است ها؟ نام او را نگیر لطفاً. آخر سر نام نگیرم هم چی میشود؟ تو او را اصلا از خیالت دور کردن نمیتوان. راستی کنجکاو شدم. بسیار زیبا است. چی؟ او را فراموش میکنم. انیق فراموشش میکنم.
санам ҷон, аз ростӣ ин бисёр як фурсати хуб аст. агар худатро ба ин кор машғул кунӣ, ӯро ҳам фаромӯш мекунӣ. ташаккури зиёд танкуҷон, аммо ба ман каме вақт бидеҳ майлаш. ман каме инро фикр кунам. тамом санам ҷон, ман ба дастшӯӣ рафта зуд бармегардам, майлаш? майлаш. байни шумо ва хонум санам чӣ аст? ба ту чӣ? Ту кӣ ҳастӣ? Саволамро ҷавоб деҳ. ҷавоб надиҳам чӣ мешавад? чӣ кор кардастаи бача? Туро агар бо хонум санам бинам, дастатро мешиканам. Тамом сар деҳ. Ман менеҷерам. дӯстдоштааш нестам. агар ин ҳодисаро ба хонум санам бигӯӣ, саратро метарошам. қоқ метарошам. санамҷон, як кори таъҷилиам баромад. меравем? майлаш. агар туро як бор дигар ҳамроҳи санам бинам, баъд мебинӣ. худоё, ман чиҳо гуфта истодам? ҳамааш аз пушти он санаме, ки ба ишқи ман асло лоиқ нест. худоям, худат маро ҳидоят бикун. нагузор ки ин хел корҳо кунам. گوش کن سمی، من در این خانه تنها به تو باوری دارم. باورت کرده میتوانم؟ البته زهرا. گوش کن. ینگه تولین در روزی زودروز نوار گرفته بود. او رو پیدا کردن لازم. چرا؟ چرا؟ برای آن که فهمیدن در کارت رو به سقراط کی داده است. البته بسیار خوب فکر کرده ای. عجایبات تحقیقات میبریم. این خیلی باشد تو نزد ینگه تولینم رفت. گوش کن سمی، طوری رفت که کسی نفهمد. اویسته رفت. فهمیدی؟ بگو که نوار رو تماشا کردن میخواهیم. نمیشود زهرا. سبب؟ سبب؟ شاید کارد رو تولین گرفته است. چی؟ این خیلی میشود. نمیشود. شاید شود، شاید نشود. یعنی سرم بسیار در تلاطم است. درست میگویی سمی. به کسی باور میکنیم، باور نمیکنیم، باور میکنیم، باور نمیکنیم، باور میکنیم. زهرا با من بیا. 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 ای زهرا آیسته بیستو. ای سمی، گوش کن. مثلی که ما جنایت کرده ایستاده باشیم. این خیلی نمیشود. ای خاموش. شین با اینجا شین. زهرا شین و خیر مناظر میآید. به طرفی من وای من نکن. صدا بود؟ نه هیچ کس نیست. در کجا هست این کبل؟ هست. دستر نترسم، دست و پایم میلرزد. چپا بوده است.
به این چی شده؟ من هم نفهمیدم. یک لحظه. زهرا جان، کسی انا همون وقتی کرد گرفتن رو توزه کرده است. کی کرده باشه این کارو؟ با سر من یک نفر آمده ایستاده است و اما آخر در نور من هستم که این طرفش رو توزه کنیم. تمام. کی؟ آخر من نمیخواهم کسی را گناهگار کنم. سمی کیست؟ کمالی سیاه. بله، البته که کمالی سیاه. چرا میدونی؟ چون که در این خانه دشمنی کلتکیل است تنها و تنها کمالی سیاه میباشد. کمالی سیاه. سمی، برای نجات دادن زیا باید این رو اثبات کنیم. در این خانم یگانه کسی که من باور دارم متاسفانه تو هستی. متاسفانه؟ شوخی در حقیقت تو هستی. با من یاری ده لطفا. زهرا جان، تو پروا نکن. چشمانم در بالای آن کمالی سیاه هست. منتظر یک خطای خوردی او هستم. بعدا شعر بر این هجوم میکنم. سمی جان، خوب که تو هستی. تشکر زیاد برای به من کمک کردنت. هیچ گپ نه. این عشق با من ضرر میرساند. باید تو رو فراموش کنم سنم. انشاءالله فیلم هدایت از قسم 116 طول 3 هفته دو قسم پیشکش شما میگردد. این هم با دستگیری انمی برادران عزیزی که هم در کار خیر شریک شدند و هم برای برآمدن فیلم هدایت کوشش کردند، زحمت کردند. خیلی که برادر من تشریف جان گفت این کار مجبوری نیست، این کار اختیاری است و اون برادرانی که نپرداختند انمین صورت حسابی که در اکران‌های شما نمایان می‌شود با نام الهام دولتوف می‌توانید مبلغ خیش را بگذارید 150 روبلی. برادران عزیز، اگر ببینیم که شما بی‌طرفی نکنید، ما دیگر فیلم‌ها داریم، یکیش عجب کاروبار و دیگر فیلم‌ها است که ما طریق دیسک اجازه نداریم، ولی ببینیم که شما دستگیری خوب می‌کنید، انا همین فیلم‌ها رو طریق سامانه یوتیوب پیشکش شما عزیزان دل می‌گردونیم. امید دارم که آزادش میکنم وگرنه زهرا بسیار زیق میشود. مادر، تو از کی باز در فکر زهرا هستی؟ سفسطه نگو میلیس، از برای خدا. کلتکیل از دستگیر شده است. او را به محبس میبردند. چی؟ امکان ندارد. کاش اول خانه دار میشدن بعدا به محبس میرفت. مادر، تو چی ها میگویی؟ خرگوش جوی سزاوارش رو یافت. خبری آب در روی آب رو میشکنه. این باز چی میگوید؟ من آن سقراط را چخیل باور کردم. میراث از دست رفت. کلتکیلس رفته در محبس میپوسد. با زهرا خانه دار شویشون امری محال. آنها خانه دار شدن نتوانند. میراث هم به میلیس نمیموند. خدایا. طولین جان، او در محبس خانه دار شدن ممکن است که شاید در آنجا خانه دار شوند. ای سفسطه نگو سمیه. زهرا با کسی که در محبس است خانه دار میشود مگر؟ چی میدونم، عاشق باشد خانه دار میشود. چرا نشود؟ مثل که من در یک فیلم هندی دیده بودم.
این سخراتی بشرف است کو برای دامولازیا دام گذاشته او را با محبس پرتافته است. اکای کانون چخل دام است کاتکلا از یا آدم بیمون ای 100% هم آدم کشتگی ای. تو چه ها میگویی؟ دامولازیا مگر آدم میکشد؟ اگر کشد هم آن حرامزاده سقراط را میکشد. اما یک بار بعد از هم افتاد پوستش کرده کاش جای میکنم. اکا ما از پس سقراط هستیم، از پس شوکت هستیم، از پس جنگوار هستیم، از پس کی هستیم اکا؟ او اکا گوش کنی بچه، ما از پس همه‌شون هستیم. از پس سقراط هستیم، از پس جنگاور هستیم، از پس شوکت هم هستیم. اما چه خیلی که دیدیم هیچ یکیشون رو دستگیر کردن نمیتوانیم. چرا؟ چون که من شما برین 2 سگ بچه‌ای بیهنر دارم. راست میگه حیوان؟ اکا همش از پشت این است. من کار کرده ایستادم. تمتان را گیرید. استادیا رو با محبس بردند. اگر او را گریزانم، اما از محبس آدم را گریزاندن جایز نیست. بیگناه بودن استادم را اثبات کردنم لازم. اول به زیارتی استادم میروم. بابای خدیر مؤذن که از پشت صنم است من آمد. رفته این مؤذن رو به نزد من بیارید. تو رو دیدن میخواهد. شما کی هستید؟ در ماشین انتظاری تو است. بگویید مرا دعوت کردید. تو کی بودنی مرا میدانی جوانی زیبا؟ نه مرا بابای قادر میگویند. من گبرا یک بار میگویم. کسی که فهمید فهمید، نمیفهمیدگی میمورد. جناب از من چی میخواهید؟ درد شما چی است؟ از دخترم دور میشوی. دخترتان؟ من پدر صنم هستم. با دخترم دیگر وا نمیخوری. مسلمان تنها خدا را اطاعت میکند. یعنی با دخترم وا خوردن را دوام میدی؟ مسلمان تنها به خداوند حسابات میدهد. من تو بر اینها رو بسیار دیدم. مکانشان قبرستان میشود. تو را دیگر در نزد دخترم نبینم. این ماشینی پدرم نیست مگرم؟ خدایا هجره با پدرم چی گپ زدید؟ یا اینکه او تو رو تهدید کرد؟ برای با من وون نخوردن تو رو تهدید کرد. همین خیلی نه؟ برای این لازم نبود که مرا تهدید کند خانم صنم. من به این هم از تو دور هستم. تو چقدر آدمی بیرحم هستی ها؟ حق هستی، درست میگویی. حیف بر کسی که فکری تو رو میکند. آدمی رو که همیشه دروغش گفتید، رو برویش ایستاده فریبش دادید، با حسیاتش بازی کردید. غم این آدم رو خوردن لازم نیست خانم صنم. چقدر آدمی کینه‌گیر بوده است اینا؟ سخنهایی که برای رشک بردنش میگویند تیز به دل میگیرد.
با پدرم بگویم که این رو خوب لطو کند؟ عصبی شدم. پدر اگر به طوری موی هجری ضرر رسانی تو رو هرگز نمیبخشم. من اکنون چیکار میکنم؟ میراث رفت، همه ای آرزوهایم برباد رفت. خانم تولین، در بیرون یک ماشینی ورزشی آورده شده است، یعنی تحفه برای شما. چی؟ ماشین گفتی؟ هدیه برای من؟ اوه خدایا. گوش میکنم جناب. بفرمایید خانم تولین، کلید شماست. کلیدی من؟ این ماشین رو نفر برای شما هدیه کرده است خانم. چیکار یعنی؟ کی روان کرده است؟ کی هدیه کرده است؟ یک مشتری که نامش رو گفتن نمیخواهد. در روزهای خوب استفاده برید. تشکر زیاد. باورم نمیآید. بسیار ماشین زیبا. الو خانم تولین، هدیه معقولتان شد؟ شما کیستید؟ من عاشق پنهانی شما هستم. مگر همه آن هدیه های زیبا رو شما به من روان کردید؟ استغفرالله. نزد زیبایی شما نام دیگر زیبایی را گرفتن ممکن نیست. شما برای من لطف و هدیه خدا هستید. آخر من دیگر چی گفتنم را نمیدونم. این بسیار تحفه قیمت است، این را قبول کرده هم نمیتوانم. من دنیا را زیر پایتان آورده، ستاره هایی که در آسمان هستند تاج سرتان میکنم. ای من چی گفتنم رو نمیدونم. هیچ نباشد نامتون رو به من بگویید. گوش کنید خانم تولین، با شما شناس شدن میخواهم. اگر قبول کنید جانکم، امروز در یگان جا نشسته خوراک میخوریم. نمیدونم آخر. مرا بسیار شاد کردید. تا بازدید نغز مانید. تا بازدید؟ مادر، این هم هدیه است؟ بله میلیس، باز همان جناب. قبول نمیکنی ها مادر؟ این از حد زیاد است. یعنی بابای وا میخوریم، خوراک میخوریم. چی؟ ثروتمند مینماید خانم تولین. البته همین خیل است. مثل پدری تو دیوانه و بیکفن نیست آخر. ای بست آخر خانم تولین. خیر بیا ما رویم. با کجا می رویم؟ با بازی. چه بازی؟ بازی فوتبال خانم تولین. بازی فوتبال مادر. ملیس، آخر تو بازی فوتبال رو دوست نمی‌داشتی کو؟ از کجا برآمد این بازی؟ ای مادر، این بازی بسیار مهم بوده است، بسیار مهم. گفتم که رویم. ای خدایا توبه. خوب، خیر روی سفید. خیر ما میرویم، پناه خدا. خیر روی. من هم با بازیچه خودم بازی کنم. اوه چه خیلی رنگی زیبا، خیلی پسندم آمد. معقول هم شد. خوشخبر به همه دوستان ویدیورولایک های جالب یوتیوب، امروز برای بولده خاطر گرداندن شما یکی از بهترین کانال های یوتیوب رو با نام تاپ تاجیکس پیشنهاد میکنم که چون این کانال را شما نیز در یوتیوب تاجیک انتظار بوده. در اون کانال شما میتوانید معلومات پر آیدی همه اکتورهای خواسته رو دسترس نمایید و چون شما میتونید در اون کانال بهترین ویدیورولایک های جالب دنیا را پیدا نمایید. برای گزارش به کانال تاپ تاجیکس اصلی که در تگ ویدیو بوده نیز استفاده برید. از راستی همه برای کمال سیا پول مونده است؟ بله سردار. نباشد ما با طرف امریکایی میگذاریم. کمال سیا مغلوب میشود. بعدا همه پول ها رو ما جمع میکنیم. خیر بیا با بازی میرویم. پدر این کار رو چخیل کردی؟ پدر تو هجری رو چرا تهدید کردی؟ دخترم سنم چرا هجری رو تهدید کردی گفته ایستادم؟ هجری کی است؟ آن مازین. بین دخترم وای آدم موافق تو نیست. با تو چی؟ او رو با خودم موافق میبینم. من نمیبینم. بین پدر، این حیاتی من است. کی را دوست داشتنم را تو قرار نمیبروری. گوش کن سنم، تو دختری من هستی. هر چیزی که در حیات تو رخ میدهد
با اجازت من می شود. فهم است؟ بین پدر، کارهایی که با برق کردی اجازت نمیدی هم که با هجری کنی. فهمیدی؟ این بار کار تماما دیگر خیل است. خواهد چیکار کردم؟ من با اون بیهنر چیکار کردم؟ به خاطر که مرا دوست می‌داره او را پرانده به بحر پرتافتی. دیگر چیکار میکردی؟ آن بیادب را حقش بود. پدر، هجری از راستی برای من بسیار پرارزش است. اگر به طوری موی او ضرری رسد تو را هرگز نمیبخشم. آگاه باش. من یکم بار است که نفری را دوست می‌دارم. وای مؤذن را برای تو موافق نمیبینم. چی؟ مرا نمیفهمی؟ چرا موافق نمیبینی؟ از خوشم ناآمد میگویم. خوشت ناآمد گفتی؟ بله خوشم ناآمد. چخیله؟ ولی من رو از او خوشم میآید. من با او عاشقم. پدر نمیفهمی؟ دوست میدارم او رو. باید اول به من خوش آید. فهمیدی؟ چی ها میگویی پدر؟ به این هم باید به من خوش آید، به تو نه. من رو از او خوش میآید. بین دخترم، قرارم قطعی است. خودت میدانی اگر دلت به حیات مؤذن سوزد از او دور شو. به تو نفرت دارم. بیهوده نگفتند دختر را نزنی زانویت را میزنی. چقدر آدم های نامدار از پسش دوید. آنها را نگاه نکرد. آخر رفته به یک مؤذن عاشق شده است. تو اینکه داماد رو برای من چقدر موافق میبینی ها؟ خیر بیا با بازی میرویم. بیا. نه آشنا، من باید در حال از اینجا گریزم. دخترم را نمیافتم. او را به سقراط گذاشتن نمیخواهم. باور دارم که غالب میشوی کمال. تو مرا این خیلی هوسمند کنی. در مقابلم لشکر ایستادن نمیتوانی. او را غالب میشوی، خیر نه؟ تو پروا نکن. در راوند اول غالب میآیم. نقص. کمالیسیو بابای خودت رو دیدن میخواهد. منتظر باش میآیم. وضعیت تغییر یافت کمالیسیو. همه پلهایشان را به نام تو گذاشتن. فکر میکنن که تو غالب میآیی. خواهی من باشم پلهایم را به نام امریکایی گذاشتم. تو باید در راوند هشتم به نکاوت روی. خطا نکنی باز. خطا نکن. مصلحت چنین نبود بابای خودی. مغلوب نمیشم. مصلحت ها رو من میکنم. من تغییر میدهم. تو هم فراموش نکن. میمیرم و مغلوب نمیشم. شاید مغلوب نشوی، لیکن دانسته باش دوست داشته‌ات میمورد.